همه روزه گرفتنی کبوتران و مطمئن شدند که در پای آنها یگان نخ نپیچیده است. کاترینا هروی هر روز از پای کبوتران موی و نخهای پیچیده را بریده میگیرد که سبب جراحت‌های سخت در پایهای آنها می شود. موی و نخ شریان خون را قطع می کند و گاه‌ها سبب بریده و جدا گشتن پای کبوتر می شوند. از بس که روی زمین زیاد میگردند نخی زیاد به پایشان میچسبد. گردی انگشتانشان سخت و سختتر میپیچند و در نهایت انگشتانشان را میبرند. آنگونه که میبینید پایهایشان کاملا کج شدند. من میخواهم این گونه کبوتران و با پایهای آسیب دیده در محله من کمتر شوند. از این بیشتر از دستم کاری نمیآید. سال 2019 یک تحقیق در همین باره نشان داده است که پیچیدن موی و نخ به پای کبوتران به سبب افزایش اهالی، کمتر شدن سبززار و زیاد شدن تالارهای آرایشی موی بوده است. فردریک ژیگو یکی از محققان آثارخانه ملی پاریس است و از مؤلفان تحقیق است. مردم اکثرا فکر میکنند که کبوتران پرندگان افلاس هستند. در درون سرگین خود زندگی میکنند. برای همین هر گونه بیماری دارند. باکتریا یا کدام بیماری دیگر پایهای آنها را نابود میکند و آنها پرندگان منفور هستند. ولی این درست نیست. این پرندگان جبردیدگان آلودگی ما هستند، به خصوص موی سری زیاد در راهها. به قول ژیگو نخهای پیچیده نه تنها برای کبوتران دردناک است بلکه حرکت آنها را سست‌تر و جفت شدن آنها را هم مشکل می‌کند. او پیشنهاد دارد که جمع آوری پرتاب‌ها بهتر کرده شود، به خصوص برای جمع آوری موی‌ها قطعی علاهیده گذارند، سبززارها بیشتر بمانند. اگرچه هروی به عهد بقامات برای حل این مشکل باور ندارد، اما میگوید که به کارش ادامه می‌دهد تا رنج کبوتران کم شود. وقتی کبوتری را میبینم که پیچیده در نخ است درد میکشم، ولی من دنیا را تغییر دادن نمیتوانم. فقط به قدر توانم کمک میکنم.